کارشناس دیگری ما عبدالمنان شیرعلیев اقتصاد شناس کارشناسی مسائل اقتصادی هستند و همه شما میدونید که یکی از نفرانی میباشند که نظرهای اقتصادشان در شبکه‌های اجتماعی نشر می شود. من اینجا از اکای عبدالمنان پرسیدنی هم که می گفتید که چنانه که در معلومات پیشتر در سرشوی برنامه گفتم زیاده از 50% صادرات تاجیکستان را طلا و سنگ‌های قیمت‌بها در سال 2020 تشکیل داد. آیا همین حالت از روی نظر اقتصادی بیانگری چی است؟ مثلا گریم اکثریتی صادرات یک کشور اگر از ذخیره‌های مادی باشد این چی را بیانگری چی است این؟ چی؟ میتال و سنگ‌های قیمت‌بها به خارج صادرات گفتن چندان درست نیست. این باید دیگر خیلی گفته شد. این نام دارد فروشی ذخایر کشور. یعنی وقتی شما طلا سنگ‌های قیمت‌بها به خارج میفرارید این نمیتواند به بالانس تجارت خارجی وارد شود، هرچند اینا وارد کردن و با تجارت خارجی 4 میلیارد نشون دادن، ولی متاسفانه این تنها فروش ذخایر است و گواه و اینقدر به این حد زیاد شدن فروش طلا و سنگ متال‌های قیمت‌بها گواه این است که اقتصاد تاجیکستان وارد یک بحران بسیار شدید شده است و کشور احتیاجی برای فروش ذخایرش پیدا کرده است. و در این شرایط اصلا اگر مثلا زیاد باشد واقعا صادرات کارکرد طلا و کارکرد سنگ‌های قیمت‌بها در کشور زیاد باشد و اون اول کارکرد شود بعد فروخته شود اینجا مشکلی نیست، ولی در شرایطی که تاجیکستان دارد اون سنگ‌های قیمت‌بها اصلا کارکرد نمی‌شود. طلا اگر کارکرد شد اون حد نیست که مثلا تاجیکستان در یک سال این امکان داشته باشد این شرایط این موقعیتی که با 800 میلیون دلار طلا فروشد. بنابراین این تنها فروش ذخایر است. همچنان خیلی که از شما گفتید در این باره که صادرات قوه کاری با روی خط صادرات وارد نمیکنند، طلا و سنگ‌های قیمت‌بها نمیشود با صادرات وارد کرد، هرچند میکنند وارد، لیکن این درست نیست. مثلا قوه کاری هم که تاجیکستان صادر میکند بیشترین صادرات تاجیکستان که 6-7 برابر 5-6 برابر بیشتر از صادرات مال‌ها و تاجیکستان مبلغ وارد میکند، سرمایه وارد میکند، لیکن نه به اون کس با صادرات وارد نمیکند. همچنین طلا هم نمیشه طلا و سنگ‌های قیمت‌بها با صادرات وارد کرد و روی خط صادرات و چنانه که گفتیم این با این که مثلا تاجیکستان اینقدر زیاد فروخته است و این معنی است که کشور در حال اقتصاد کشور در حال بسیار رکود سخت است و اموال صادراتی که قبلا صادر میکرد تا این زمان دیگر دچار مشکل شدند و صادرات مال‌های دیگر حداقل 50% کم شدند. وقتی که صادرات مال طلا و مثلا اموال سنگ‌های قیمت‌بها به این درجه میرسد این گواهی با یک مشکل دیگر است که صادرات مال‌های که قبلا صادر میشدند، هرچند تاجیکستان مال‌های زیادی صادراتی هم نداره، اصلا اشیاء خام صادر میکند مثل آلومینی اولیه و دیگر خیر سیمنت اینو چیزایی که نیم کارکردن، سیمنت و آلومینی اولیه نیم کارکرد و دیگر تنها ذخایر صادر میکند. بیشتری کشورهایی که رشد اقتصادی دارند در همین مسئله دقت میدهند نو بیشتر کوشش میکنند که همین چیزها یعنی صادرات اشیاء خام با سطح مینیمالی رسونده شود و تنها اون اشیاء صادرات شود که کارکرد اون در کشور ضررش از خودش بیشتر است یا حداقل ضرر زیاد دارد. مثلا کارکرد بعضی اشیاء خام هست که وقتی در کار کشور شد طبیعت خراب میکند و با مردم زیان میکند، این گونه چیزها میشود همچون اشیاء خام صادر شود، لیکن اون چیزی که در کشور صادر میشود اون که کارکرد کردن امکان دارد اونا کوشش میکنند که در کشور کارکرد و حداقل محصولات نیم تیار آماده کنند. ولی متاسفانه در تاجیکستان این چیزی تیاری صادر شونده بسیار کم است و اگر ذخایر یعنی طبیعی را به حساب نگیریم در صادرات غیر طلا و نقره با دیگر ذخایر
تقریبا که صادرات ندارد تاجیکستان. ببینید ما در برنامه گذشته در برنامه گذشته ما درباره پخته گپ زده بودیم و دانسته شد که 90% پخته تاجیکستان نیست همچون اشیای خام صادرات می شود و امروز دانستیم که این طلا و متال های قیمت بها نیست همچون اشیای خام صادرات می شوند به خارج کشور و ما کارکردی طلا و سنگ های قیمت بها و متال های قیمت بهای کشور در خارج کارکرد می شوند، در داخل خیلی کم کارکرد می شوند. برای چی تمام بایگریش را تاجیکستان نمی خواهد و کوشش نمی کند که در داخل کارکرد کند؟ برای من با کارشناسان دیگر هم همین سوال را دادم. یک نفری که بیشتر مسائل اقتصادی را پیگیری میکنید بپرسم که نظر شما در این باره چی است؟ برای چی تاجیکستان به این اهمیت کم میدهد یا اینکه تماما اهمیت نمیدهد؟ خب برای این که محصولات در کشور کارکرد شود و اون همچون اشیای تیار به خارج صادر شود، برای این یک برنامه خوب دولتی و دستگیری دولت لازم است و متخصصان بسیار خوب در این ساحه. اما وقتی در تاجیکستان وظیفه یعنی منصب در تاجیکستان وظیفه کلیدی در تاجیکستان من هر منصبی با مهرهای با این آدم انسان داده می شود که اونجا دانش و ملکه و استعداد در جای چندم می ایستد، یعنی در جای یکم دوم سوم نیست، بعد چهارم سر می شود. در این صورت امکان این که در کشور محصولات خام کارکرد شود و بعد صادر شود و همین برنامه عملی کردن این برنامه اقتصادی بسیار پایین می رود و وقتی منصبدار اول پیش از اون که درباره کشور فکر کنه، درباره رشد کشور فکر کنه، درباره کیسه خودش فکر میکنه، اون منصبدار هیچ گاه هوسمند نیست که همین چیزها یعنی همین کارکرد در داخل صورت گیرد، چون که وقتی این یک نفر میخواد در کشور کارکرد کند، اون وقتی کار هنوز سر نکرده است و درآمد ندارد و نمیتواند به منصبدار یک مبلغ بزرگ پیشنهاد کرد همچون رشوه. و همین خاطر منصبدارایی که میخواهند از منصب درآمد گیرند و بیشتری منصب‌ها متاسفانه در تاجیکستان در همین حال است. منصبداری که میخواد از منصب درآمد گیرد اون هیچگاه اونه که مثلا یک نفر اومده برای صادرات فرض کردیم پخته 100 تن پخته یک مبلغ معین پیشنهاد کرد و یک نفر اومد برای افتتاح یک کارخانه خردی استحصالی اون که خودش به مشکل است، باید دولت پیش دستگیری کند و دولت اون امتیازات دهد، لیکن اینجا فرق چند کرده میشد و منصبدار هم چی است منفعت دار است که اشیای خام صادرات اشیای خام اجازه دهد. خلاصه که اینجا مشکلات زیاده هستند که در یک مثلا چند دقیقه یک برنامه نمیشه گفت و چی اساسی سبب اساسی هم این است که تیمی که در هم تواند این برنامه اقتصادی جاری کند و هم منفعت دار باشد در استحصال وطنی در منصب هایی که باید در منصب کلیدی که باید مثلا حل کنند تقریبا وجود ندارد و همین سبب شده است که این مسئله هرچند با وجودی قبول کردن برنامه‌های زیاد و با وجودی تاکیدهای زیادی حکومت با کارکرد داخلی استحصال داخلی و چند 10 ساله 15 ساله برنامه وارد شدن تبدیل شدن به یک کشور صنعتی اینو عملی نمی‌شود، چون که در اصل همین اصلی مسئله چیزی که اساساً باید اجرا شود یعنی تیمی متخصص وجود ندارد، تیمی متخصصی منفعت دار و رشد استحصالات در داخل وجود ندارد. فکر می‌کنم سبب اساسیش همین باشد. تصور زیاد لیکن یک از سبب‌های اساسیش همین است.